بخش‌های فیروزآباد، کوزران و بیلوار، یعنی راه حلشی، راه کوزران و راه قلعه تا میان راهان. کرمانشاه را رها کردید. 8 سال آماج حملات وحشیانه دشمن اصلی بودیم. چرا نسبت به کرمانشاه بی‌توجهید؟ دکتر محمد رشیدی، نماینده مردم شریف کرمانشاه، در مجلس شورای اسلامی از حدود 4 سال قبل و از همان دور اول که به عنوان نماینده مردم این دیار در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند، با شناخت عمیق از مشکلات راه‌های 3 بخش فیروزآباد، کوزران و بیلوار و در پی حوادث متعددی که جان اهالی و مردم عزیز را به مخاطره میانداخت، به دنبال اصلاح راه‌های ارتباطی مذکور و ارتقاء آنها بود و عزم خود را جزم کرد برای نجات جان مردم و بهبود زیرساخت‌ها. تسلیت به خانواده‌های عزیزی که امروز در جاده حلشی به کرمانشاه 2 عزیز را از دست دادن، 16 نفر مجروح شدند. تذکر به وزیر محترم راه و شهرسازی، فکری برای این جاده ها بکنید، تبدیل به قتلگاه شده. خون مردم محترمه، چرا انقدر بی تفاوت هستید نسبت به بعضی از این راه ها؟ کرمانشاه را رها کردید. 8 سال آماج حملات وحشیانه دشمن اصلی بودیم. چرا نسبت به کرمانشاه بی‌توجهید؟ در حلشی بودیم. حلشی هم خب مشکلات زیادی داره. ما انشالله اون ماده 23 راه کرمانشاه به حلشی رو از دستورش را از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گرفتیم انشالله که اعتبار خوبی گذاشته بشه. اون جاده خیلی مشکلات داشته، متاسفانه در اون جاده خیلی از عزیزان ما فوت شدند و در اثر صحنه تصادف مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده. انشالله اون ماده 23 اگه حل بشه که دستورش هم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور داده، انشالله قسمت عمده اون راه مشکلاتش حل میشه. و اما جناب آقای پور محمدی، ریاست محترم سازمان برنامه بودجه، 3 راه پرخطر و حادثه خیز بخش‌های فیروزآباد، کوزران و بیلوار، یعنی راه حلشی، راه کوزران و راه قلعه تا میان راهان که از وزارت راه مجوزش اخذ شده، منتظر ماده 23 توسط حضرت عالی است. خواهش میکنم دستور بفرمایید در کمیسیون مطرح بشه و مجوز ماده 23 این راه پرخطر و حادثه خیز به زودی صادر بشه که یک هدیه‌ای است به مردم بزرگوار این مناطق. همکنون پس از جلسات فشرده و رایزنی‌های متعدد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیگیری‌های مستمر 4